به این منطقه که همه آشنا هستیم. حالا این عکس رو ببینید. این عکس بین سال 2011 تا 2014 گرفته شده. حالا چرا؟ اول اینکه اسم اول این استادیوم توپ تلکام آرنا بوده که بعدن شد نف استادیوم و الان رامز پارک. پروژه وادی تراس سال 2014 ساخته شروع شد و این عکس هم از اتفاقا زمین این پروژه گرفته شده. اسکایلند اواخر 2012 و اوایل 2013 ساختش شروع شد و پاساژ وادی هم همینطور 2014 شروع شد اما 2017 تحویل داد. اون زمان هیچ کدوم از این پروژه ها نبودن، نه این پورتا وادی، سبا و آوانگارد. ولی ببینید در عرض 14 سال این منطقه چقدر رشد کرد، البته به کمک ما ایرانی‌ها و عربا، و چقدر تونستن به این زمین خاکی و گلی اینقدر ارزش بدن. خیلی زیباست. کلا این خیابون رو اگر تا انتها بریم پروژه خیلی جدیدی داره اون سمت لانچ میشه. وادی پارک رو داشتیم، ماستا کرو داره ساخته میشه. حالا اگه شما باشین وادی تراس خونه میخریم، اسکایلند، آوانگارد یا وادی پارک.